سلام خانواده هم. من یک چیز جالبی داشتم و حتی به گفته بودم اینو پروگرام بکنه و به زبون پایتون و حتی اسم بازشم پکمن و حتی ما الان شروع میکنیم. الان ببین چه سریع این بازی رو سریع کردم اولش. زیادی هم بدم نبود. حالا ما صورتشو آروم میکنیم مثل یک پکمن بازی واقعیشو. الان از اولش هم خوب بود؟ از اولش بدتر بودش و هیچی نبود و حتی پکمن یک چیز خاصی هم نبود. خب یعنی چه چیز خاصی هم نبود؟ حتی میتونستم تکون بخوره و حتی روحم میرفتن روی دیوار و روحا از روی دیوار رد میشدن؟ تو روحم میتون پکمن رو میخواستن بگیرن. من دنبال نمیکردم پکمن. حتی دنبالم نمیکردن. خب بعد به گروک گفتی اینا رو درست کرد؟ آره بهتم شد. الان اگه ببرید چی میشه؟ اگر ببرم سختم میشه. یعنی چه سخت‌تر میشه؟ یک چیز جدیدی میاد. یک روح جدیدی میاد؟ آره. خب سریع ببر ببینیم چی میشه. من مثلا هم میام پایین تغییر کرده اما منم بدون قبلا میشه برنامه نبود و حتی لول بعدی هم میتونستیم بریزم و اینا و هم دیگه الان خیلی بهتم شد. یعنی گروک چت جی پی تی هم مثلا میتونه کمک کنه. گروک خیلی خوبه. من تونستم. آره رفتی لول بعدی. ببین من خب مهندس شدم. پس خداحافظ.